سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم با یک ویدیو دیگه در مورد خدمت سربازی و میخوام خیلی به صورت خلاصه وار و خیلی کوتاه براتون از اول تا آخر خدمت سربازی رو، همونطوری که تامنیل ویدیو هم به اون اشاره داره، کلا میخوایم از تیر تا پیازش رو یه کنکاشی بکنیم و بدونیم که چه اتفاقی برامون میفته زمانی که از اولین درخواست رو میدیم تا زمانی که خدمت سربازیمون به پایان میرسه. خب اولین چیزی که باید بهش بپردازیم درخواست اعزام به خدمت سربازیه. برای این کار بعد از اینکه ما مدرکمون رو از دانشگاه دریافت کردیم و یا مدرک دیپلممون رو مدرسه بهمون داد، در هر دو صورتش اگر این مدرک آماده نبود ما میتونیم با گرفتن گواهی که ممهور شده به مهر ریاست دانشگاه یا مدرسه این رو به پلیس به اضافه 10 ارائه بدیم که ما در این مقطع و در این رشته فارغ التحصیل شدیم و میخوایم به خدمت سربازی اعزام بشیم. خب کارهایی که باید انجام بدیم برای ثبت درخواستمون، به چند تا پر کردن فرم و کپی مدارک شناسایی و تزریق 2 تا واکسن برای پیشگیری هستش که قبل از اینکه ما بخوایم درخواستمون رو به پلیس به اضافه 10 ارائه بکنیم باید این کارا رو انجام بدیم. زمانی که همه این کارا انجام شد، اون دفتر پلیس به اضافه 10 به ما یک برگی میده که اسمش برگ سبز هستش و در اون نوشته که ما در چه تاریخی و در چه ماهی به سربازی اعزام خواهیم شد. زمانی که 1 هفته مونده به فرارسیدن اون تاریخ میتونیم با مراجعه دوباره دفتر پلیس به اضافه 10 یه برگ دیگه رو دریافت کنیم که در اون به جزئیات نوشته که در چه تاریخی و در چه ساعتی و در چه پادگانی باید ما حاضر شده باشیم. بعد از اینکه اون تاریخ میرسه ما میرسیم به اون پادگان و مراحل دوره آموزشی ما شروع میشه. حالا توی دوره آموزشی ما چه چیزایی در انتظارمون هستش؟ اول اینکه شما بر اساس مدرک تحصیلیتون، اگر دیپلم باشید، فوق دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس، توی گردانها و گروهانهای مجزایی معمولا قرار میگیرید. یعنی تفکیکی قرار میدن اون فرماندهان اون پادگان برای اینکه معمولا مثلا اون مشمولایی که همسن و سال همدیگه هستن یا مدرک تحصیلیشون مثل همدیگه هست با هم آموزش ببینن. معمولا اینطوری هستش. در 100% اوقات این اتفاق نمیفته ولی معمولا به این صورت پیش میره. خب شما بر اساس مدرک تحصیلیتون غربال میشید و توی گروهانهای مختلفی قرار میگیرید. توی مدت زمان آموزشی بیشتر وقت شما به یادگیری مفاهیم سربازی و یک کتابچه‌ای است به اسم رزم مقدماتی و یاد گرفتن اصطلاحات و بالاخره آشنایی با سلاح و یاد گرفتن 2 موضوع خیلی مهم هستش. یک رژه هستش و یک نگهبانی. رژه یکی از اصول و ارکان جدا ناشدنی از 2 سال و یا کمتر مدت زمان سربازی شما هستش یا تا آخر این دوران شما باهاش سر و کار دارید، حالا به زیاد یا به کم، اما همیشه از شما انتظار میره به عنوان یک سرباز که بلد باشید و بتونید به صورت هماهنگ رژه برید. و دومی هم که باز شاید بیشتر از رژه این مشخص باشه و مهم باشه در طول خدمت سربازی شما، نگهبانی هستش که قادر باشید با مفاهیم و اصول و قوانین این پست نگهبانی آشنا باشید. توی مقطع آموزشی معمولا تمرکز مربی‌ها و فرماندهان بر روی این 3 مقوله هستش. حالا در کنار اینکه در آخر این دوره یک اردوگاهی هم برده میشید و میدون تیری هم انجام میشه، اما اغلب کارهایی که میکنید آشنایی با مفاهیم سربازی، رژه و نگهبانی هستش. در آخر دوره آموزشی همه یک امریه‌ای رو میگیرید که در اون نوشته شده
در چه تاریخی دوباره مثل قبل از زمان اعزام به خدمتتون که برگ سبز رو بهتون دادن، در آخر دوره آموزشیتون هم دوباره بهتون یک برگه میدن که اسمش برگه امریه است و در اون نوشته شده در چه ساعتی و در چه تاریخی در چه پادگانی حضور پیدا کنید. اینجوری میشه که وارد مرحله خدمت در یگانهای خدمتی میشید. حالا در اینجا بستگی به اون تخصصتون یا مدرکتون و درجتون امکان داره در جاهای مختلفی به کار گرفته بشید و موضوع اصلی این که باید یاد داشته باشید اینه که تقسیم شما در همون پادگان و اون جاهایی که براتون تعیین میشه که در اون خدمتتون انجام بدید خیلی خیلی و بسیار زیاد مربوط به نیازمندی های اون پادگانه. یعنی اولین اولویتی که وجود داره اینه که ببینن کدوم یگان الان سربازاش در ماها و هفته‌های گذشته ترخیص شدن، کمبود نیرو داره و به اونها نیرو اختصاص داده بشه و بر همین اساسه که شما یگانتون مشخص میشه. و این رو هم باید بگم که در هر یگانی که رفتید و در هر پادگان و هر جایی که مشغول به خدمت شدید هیچ وقت نگران این نباشید که شاید جای سختی هستش، جاهای دیگه بهتر بود، جاهای دیگه اگه بودید بیشتر میتونستید از این فرصت استفاده بکنید. همه جاهای پادگان، همه یگانها الان طوری طراحی شدن در طول این 100 و اندی سال که از زمان سربازی اجباری و وظیفه میگذره، این سیستم مرحله‌ای رسیده که سعی شده در اون همه جاهای پادگاه، همه قسمت‌ها و همه یگان‌ها از یک برابری نسبی برخوردار باشن. هیچ جایی نباشه خیلی آسون باشه، خیلی گل و بلبل باشه و یه جاهای دیگه خیلی سخت و مشقت آور. حتی اگه جاهایی میبینید که سربازای اون تحرک بیشتری دارن یا شرایطشون یه ذره حساس تره، اونها معمولا به خاطر اینکه این وضعیت بالانس بشه از مثلا مرخصی بیشتر یا نگهبانی کمتر بهره میبرن و جای نگرانی نیستش. بیشتر از خود سربازی این طرز تفکر مثبت شما و اون طرز نگاهتون به این شرایطه که میتونه سربازی رو براتون آسون بکنه. یک موضوع دیگه هم که هستش اینه که هیچ کس در محیط نظامی و پادگان حق کوچکترین تعرض فیزیکی، زبانی، تحقیر، کتک، دعوا، تنبیه نداره. و حالا شاید الان که به سربازی نرفته باشید این درکش براتون یک مقدار مشکل باشه. بگید بر اساس باورها و تبلیغاتی که هستش به نظر میرسه که اونجا جاییه که تحقیر میشه، توهین میشه، برخورد فیزیکی میشه. بالاخره خاطراتی که از پدرانمون هستش، پدر بزرگامون هستش، همه به ما این موضوعات رو میگفتن، اما حداقلش میشه در مورد زمان حال صحبت کرد که هیچ کدوم از اینها وجود ندارن و هیچ کس حق نداره که در محیط نظامی کس دیگه رو تنبیه بکنه، تنبیه فیزیکی انجام بده و تحقیر بکنه و کارهای از این دست. نهادهای نظارتی و یگانهایی که وظیفه بازرسی و اوورویو رو دارن. به قول من هر چقدر سعی کردم که واژه فارسیش رو پیدا کنم به ذهنم نرسید. نمیگذارن که هیچ وقت هیچ اتفاقی از این دست پیش بیاد توی پادگان.
پس از این رو میتونید خیالتون راحت باشه. حالا موضوع دیگه ای که هستش در مورد خدمت سربازی، این اهمیت و ارزش مدرک‌های ما توی خدمت هستش که اون سربازایی که با دیپلم میخوان برن سربازی یا فوق دیپلم یا لیسانس یا فوق لیسانس چه چیزی رو میتونن انتظار داشته باشن، آیا اصلا فرقی وجود داره نداره، که باید گفت تا یه حدی تأثیر داره، در مدارک بالاتر خیلی تأثیر داره. مثلا اگر ما بخوایم تفاوت سرباز فوق دیپلم با لیسانس رو بسنجیم در اینی که وظایفی که بهشون محول میشه در پادگان، تفاوت زیادی تقریبا میشه گفت که وجود نداره. اما اگر بخوایم یک سرباز دیپلم رو و یا زیر دیپلم رو با لیسانس بسنجیم خیلی تفاوت وجود داره. و یا حتی اینکه یک سرباز فوق دیپلم با یک سرباز فوق لیسانس خیلی فرق دارن اینها در وظایفی که بهشون محول میشه و در محیطی که حضور دارن. معمولا سربازای با دیپلم و یا زیر دیپلم وظایفی مثل نگهبانی و انتظامات، یگانه‌ای مثل خدمات و این دست از وظایف معمولاً بهشون، این میگم با 100% نیستش، میشه هم وظایف سرباز فوق لیسانس هم میتونه یک سرباز حتی زیر دیپلم انجام بده و در همون موقعیت ها قرار بگیره. مهم این هستش که میگم اون نیاز اون پادگان و نیاز اون مجموعه به سرباز چقدر بشه، یه همه چیز بخواد توی یک قاعده و قانون خودش قرار بگیره. طبیعی هستش هر چقدر که این شرایط یه ذره چالش برانگیزتر باشه، بالاخره باید یکی باشه یه جای دیگه، نمیشه یه جاهایی و یه قسمتای خالی بمونه از نیرو. بس برای همین همه چیز تقریبا میشه گفت ممکنه. اما به صورت اصولی اگر بخوایم تعیین بکنیم که در شرایطش هر کسی چه جاهایی برش در نظر گرفته شده، معمولا این هستش. معمولا سربازای دیپلم و زیر دیپلم کارهایی مثل نگهبانی، مثل یگانهای تشریفاتی، دژبانی، انتظامات و رانندگی هم یکی از وظایف و مسئولیت هایی که سربازان دیپلم خیلی ازشون استفاده میشه و بعضا خودشون هم تمایل دارن که با عنوان راننده این مدت زمان خدمتشون رو بگذرونن. بالاخره یه سری خوبی ها داره، یه سری بدی ها هم داره. از خوبیاش میشه اینو گفت که معمولاً بر حسب اینکه حالا کجا و راننده چه کسی هستن، بعضا میشه لباسشون لباس شخصی باشه، نظامی نباشه. بعضا اینطوری است که نگهبانی هاشون کمتره و یا نمیدن، نگهبانی ندارن. و از بدیهاش هم میشه گفت که بالاخره اون ماشینی که تحویل شما هست مسئولیتش دیگه با خودتون هست، اتفاقاتی که میتونه بیفته. اما میرسیم به سربازایی که مدرک دانشگاهی دارن، مثل از فوق دیپلم شروع میشه تا دیگه فوق لیسانس، دکترا حالا کمتر هستن، اما بیشتر فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس هم شما درجاتی که توی سربازی و پادگان ها میبینید. سربازی که مدرک دانشگاهی دارن معمولا درجاتشون از گروهبانی شروع میشه تا ستوان سومی، 1 ستاره، یعنی روی شونشون. معمولا اون دسته از سربازی که گروهبان هستن که فوق دیپلم و لیسانس رو شامل میشن، در اونجا کارهایی مربوط به گروهبان نگهبانی، کارهای اداری، نامه نویسی و امضا گرفتن، اینجور کارها رو معمولا به عهده میگیرن.
و اگر شما بخواید مثلا به عنوان افسر خدمت بکنید، فوق لیسانس داشته باشید و دکترا باشید و ستوان سوم و ستوان دوم باشید، معمولا وظایفی که به عهده میگیرید اونجا در اداره مشغول به فعالیت میشید. دوباره مسئولیت مانیتورینگ، مسئولیت دوباره نامه نویسی و موضوعات اداری دیگه ای رو باز حالا یه سطح از گروهبان ها این پیشرفته تر هستش. یه ذره کلاس کاریش به قول معروف من خیلی خواستم دنبال یه کلمه‌ای بگردم که این نباشه، اما کلاس کاریش مقداری بالاتره. مثلا در دفتر و اداراتی مشغول به خدمت میشید که درجات بالایی از کادر حالا اون نهاد درش فعالیت دارن و به این صورت هستش. مدرک تحصیلی میشه گفت که اهمیت داره در شرایط ایدئال، اما اگر شما در یک پادگان و در یک نهاد که در وضعیت استاندارد خودش حضور داره قرار بگیرید، اون مدرک دانشگاهیتون میتونه واقعا در اون کارهایی که انجام میدید تأثیرات زیادی داشته باشه. اما موضوعی که وجود داره این هستش که همه در طول خدمت سربازیشون نگهبانی میدن و خواهند داد. عده خیلی زیادی، شاید بالای 98% در طول خدمت سربازیشون حتما نگهبانی میدن، ولی هر چقدر که این درجات شما اون جایی که مشغول به کار هستید در اونجا بالاتر باشه، تعداد این و نحوه نگهبانی دادنتون کمتره. مثلا اگه فوق لیسانس باشید، نگهبانی شما میتونه نشستن پشت یک صندلی باشه و نگاه کردن به دوربین‌های مداربسته، در حالی که اگر سرباز دیپلمه باشید باید بالاخره اون باتوم و اسلحه رو ببندید و یک جایی رو نگهبانی بدید، برید و بیاید، حالا میتونه سرما باشه گرما باشه. و همینطوری که تعدادش هم کمتره. مثلا یک سرباز دیپلمه و حتی دوستان فوق دیپلممون که گروهبان هم هستن میتونن تعداد زیادی در ماه براشون به نگهبانی چیده بشه، از 6 مرتبه در ماه، 8 مرتبه در ماه، 10 مرتبه حتی در ماه. این اتفاق میتونه بیفته براشون که باید اونجا سر شیفت نگهبانیشون باشن. اما دیگه لیسانس ها، فوق لیسانس ها و دیگه مخصوصا دوستان دکترا خیلی این قضیه نگهبانی براشون خفیفتر اتفاق میفته، اما همه این وظیفه رو باید در این 2 سال به عهده بگیرن، حالا چه به خوب چه بد، دیگه این یک توفیق اجباری هستش. امیدوارم این ویدیو براتون خوب باشه. یک مبحثی هم هستش که در آخر باید بهش اشاره شد، برعکس اون مبحث ترخیص از خدمت هستش که در حدود 10 روز، 1 هفته مونده به مدت زمان رسیدن به اون تاریخ ترخیصی شما شروع میشه. از یک برگه‌ای رو به شما میدن، یک برگه A4، از بالا تا پایین اون اسم نقاط و قسمت‌های مختلف پادگان درج شده که شما باید برید اونجا و از هر کدوم مسئول هر کدوم از این قسمت‌ها امضا بگیرید. این مهم هستش که شما در طول خدمت سربازیتون حتما این رو در نظر داشته باشید که از لحاظ انضباطی، از لحاظ قضایی، از لحاظ بالاخره بدهی‌ها هیچ موضوعی رو نداشته باشید و در زمان مخصوصا ترخیص بخوادیم باقلهای خیر شما رو بگیرید و براتون مشکل ساز بشه. بهتر هستش که همیشه بدون هیچ مشکل و دردسری خدمت سربازیتون رو بگذارید و در آخر هم هر جایی که میخواید برید برای امضا جمع کردن همه سلام دارم. خوش و یه لبخند امروز هفته اول سربازیم تمام بید. سلام مادر.
چی شده، به کجا رسیده اون کاری که کردید. سلام مامان. میتونن امضا امروز هفته اول سربازی خیلی زانم که نگران حال منی، پس دفتری واکردن برات بنویسم. میدونم که نگران حال مین به همین سی همی هم یه دفتر باز کردم تا سی تو بنویسم رفیقه جدیدم، بنویسم از لحظه به لحظه روزها، بنویسم و مربی و فرمانده بنویسم از مربی ها و فرمانده ها، بنویسم سی رفع نگرانی ها و آرامش دل مهربون، آرامش دل مهربون. از روز اولی شروع میکنم که با پول پشتی که تو با دست مادرانت برام بستی چیشم خواه سردر